مرا دیدن میخواستید مالی؟ و شما یک چیز رو باید گویم. چیزیست که نمیدونم بعد شنیدنش چه عکس العملی نشان میده. معلم موسی دخترچه داشته است میگیره؟ نه نمیگیره. مرحمت. تشکر. دیگر پای زخم نیست. با آسانی حل کردند. رویپوش کردن پای زخم بستندن اسپینور. تو باید گذشته‌ات را فراموش کنی. فراموش میکنم. باید فراموش کنم. سوالی داشتید؟ نه من خوش؟ مگر به من گفتنی داشتید شما؟ آره. مرحمت گوش میکنم. تشکری مخصوص گفتنیم. چرا؟ برای همه چیز. سنجش های مکتب، سهمگذاری در تربیت شاگردان. این برای من خرسندی است. من باید به شما تشکر گویم برای خدمت هایی که بعد دزدیدن سنجر. به فکرم این حادثه ها را فراموش کنید بهتر است. میدونید حالا هم شبها میترسم. حس میکنم گویا که باز میآید. او در پس پنجره است. دیگر دربارش فکر نکنید. داروها تاثیرشان را زود رسانیدند. در خیلی خوب محکم شده. از آنجا برآمدن نمیتواند. خواطر نشوید همشیره. این داروها او را تا سحر در خواب نگاه می‌دارند. سحری باشد دکتر باز یک بار دیگر او را از نظر می‌گذراند. فهمو. خوش آمدی داده جان. خوش باش دخترم. رسمای امروزه گرفتم را میبینه داده. اوف ژیرین تو از همین دستگاه رسمگیری بیزار نشدی؟ رسمای زیاده گرفتم انا بینید؟ مانده شدم بسیار مانده شدم. در گشاده شوی نمایشگاه رفیقم بودم. پگاه سحر بر وقت باید خیزم جراحی دارم. پگاه بینم میشود وعده میدهم. ای داده همه وقت همه خیل میگید. ژیرین مانده شدم. چی کار داری؟ یا در کار هستید یا در دیگه جا هستید مرا فراموش کردید. چی خیلی فراموش کردم؟ چی کم بودی داری؟ تو رو یاد کردم آجا جان.
تو رو یاد کردم یاسمین. پینور رو یگون کار میکرد شرمنده میشدیم. باز مسئله میراث. بابام حالا هم فکرشو دیگر نکرده است. دیگر نکرده است. فقط میگوید که همه میراث از پینور است. اگر با پینور یگون واقعا روی دهد یا از میراث دست کشد تمامی میراث به مرکزی کمک میرود. آدمی عجیب. نبره خونیش زنده و مال و ملکش رو به صغیر دختر میدهد. اگر تو آدم میشدی از پس زنها نمیدویدی و دل بابایت رو میافتی و حاضر متهم پینور نمیشدی. ای آچه باز همین گپ و سر شد. شرکت ها در قرض غوطیدند. هر روز نفری میگوید خانه گویم از بابا میگوی. اما که جمال دست پینار را دیدم نشانه عزیز نیست. ایزی دست گلشاه نیست. پینار خواهر من نبوده است. صبر کن، حتما روز خواهرت رو میابی. بسیار امید کرده بودم. آهیدی خواهرم. خیالهای زیادی بافته بودم پینار را چون خواهرم دانستم. خاموش، مرا گوش کن. ای بدینم زد. برای معلومات آیدی پینور نفری رو سپارش دادم. یک برادر و یک دادر دارد. چی؟ ها. کالا رو کار فرما. با خبر باش. اگر برادرش پیدا شود میراث نصیب بیگانگان میگردد. اکا جان؟ حادثه رو شنیده به هواپیما آمدم. خوب هستی؟ خوب هستم اکا جان. آهسته آهسته به خود میگوش. خوش آمدی دختر جان. برادرت برایت هدیه آورد. کنی کجاست؟ بازم هیچ چیز نآورده است. تو رو سرزنش کردم. جنگش نکنید. فراموش کرده است. هیچ گپ نه اکا جان. تشکر به تو. مرا ببخشم شهری، مجبورم اینجا قانونهای خود را دارد. یک میبینم میگویی بس است. سلاح برای چی؟ با سلاح شوخی نمیکنم. شد؟ توزه بیمار خواب است. از پنجره ببینو. نابود شو تو را بینند. مرا محو میکنند. همه این برای تو است. برای تو یاسمین. در کتاب قید شده است که طلبه ها را نه تنها در درس بلکه بیرون از آن نیز در مرکزهای مخصوص باید ثبت نام کرد. معلم درست قید شده است.
اما چگونه مرکزها رو در نظر دارند؟ مثال به مانند همین مسابقه آید تیار کردن سینما میان طلبه ها به جیرین میدهم. اسباب نوار برداریش رو از دستش دور نمیکند. کی میدوند شاید در آینده فیلم بردار شود. بسیار خوب فکر کردید. با اجازه شما. برق این تلفنت رو به من ده. چه خیلی تلفن؟ بده گفتم. آخر معلم بده برق. چرا رسمای معلم ملک رو میگیری؟ شغلی دوست داشتم. معلم یک دقیقه معلمم. همه رسم‌ها رو تازه کردم، لیکن به معلم ملک چیزی نمیگویم. دیگر این کارت رو دوباره تکرار نکن. حاضر به صنفت برم. شما مثل قمری های جور شینید و ما با دور رسمی گرفتم بد شدیم. معلم جان حالا میبینه، میدونم شما را چقدر شرمنده کنم. باز کجا رو به نوار گیرم؟ انا پرنده ها رو گیر، پرنده ها رو. وای کی بود رفت؟ گرفته به نوار گرفته. سلام بچه ها. سلام. این رو برای تو آوردم جین. بین مکتب بچگان انقره مسابقه سینماگران جوان برگزار میگردد. شاید خواهش اشتراک کردن داری؟ نه معلم، من کجا و فیلم برداری کجا؟ چرا نه؟ تو رو دائما با نوارگیرکت میبینم. از این میباید که دوست میداری. نباشد چرا مسابقه تشکیل میکنن؟ این مسابقه ها برای جلبمند کردن اسم بر این جوان ها. فرض کردم که اشتراک کردم. چرا با نوار میگیرن؟ سنار نیست، هنرمند. هنرمند پیدا می شود. همه شبخ هنرمندی دارند. سیناریا رو انا مرد می نویسد. آخر معلم رازشم مرد. وظیفه برای هر سه شما یک فیلم خرد تهیه میکنید که درباره مکتب و حیات شما باشد. فهموست خانم تهیه‌گر؟ در سیتی یک تهیه‌گر نمیرسید، اون هم پیدا شد. چرا؟ ممکن تهیه‌گر برای کارمون مفید گردد. مبارک شما. رحمت. تا حال پرسش ها میگذرونم. نوشته های شما رو نخوندم. ایام کودکی من شاید به شما تأثیراتی نبخشد. من ایام کودکیم رو هر جا یاد دارم. باقی مانده رو نیز فراموش کن. با توی باید تیاری دید. زود باش پینار. نخواد نباشد وقت شما را نگیرم. برای کار. پینار گذشتت را دیگر به خاطر نآور. تو رو غمگین میکند. مصلحت کرده بودیم که به خاطر آینده باید زیست. حادثه های هفته آخر مرا مونده کرد دوستم. دنیای من تماما دیگر شد. به نزدیکی انگلیا میروی. همه را فراموش میکنی. با تعطیل نه، برای اشتراکی کنفرانس میروم. خیر چی؟ تماشا میکنی؟
кош ки ман ҳам иҷозат гирифта метавонистам. ҳамроҳ ба дитӯй меравем. ака чиро интизорем? биёравем, зиқ шудаме. ҷеренро интизорем. ҷеренро? бо чӣ кор дорем мо? як нақшаи олиҷанобе дорам. кани гамзан, ман ҳам ҳайрон шудам. як коре мекунам ки тамоми мактаб ба ларза медарояд. шаб дар бақулво мехӯрем. ман туро огоҳ кардам. намедонам ба кӣ гӯям. эй апекан нигоҳ кун, худатро куштанӣ. мебахшед. محترم تهیه‌گر. من؟ مسخره میکنی؟ والله نمیدانم جرین. دویمو در دستت اسبابی نوارگیری میبینم. چند سال بود شناسیم اما نفهمیدم که یگان جای عجایباتش نیست. حالا من شاگردم. نوارهایی را که آماده میکنی با آنها سبک آواز مانده میتوانی؟ نه اونقدر دشوار نیست. برنامه سبک دارم. با آن انجام میدیم. سوری. گشکن چی میگویم؟ شب کجا هستی؟ من؟ ها تو؟ چی حیران موندی؟ در کودکی دویمو یک جا بودیم وقتی خوش میگذرونیدیم. نمیدونم از روز اومدن با من اهمیت نمیدادی کو؟ این خطاگی بنده به عقلی بنده اکنون این کمبودی ها را اصلاح کرده شب وا میخوریم. از پدرم اجازت باید گیرم. اما که میلی اجازت بدید خواهی حل میکنم. فشار بیماری 206 را سنجیدید؟ وزنین است. هر ساعت سنجیده خبر دهید. شب جراحی میکنیم. بیماری های اتاق 208 210 و 211 را نیز نظارت کنید و برای تناول کردن خوراک سه بدهید. دادا؟ یک لحظه دخترم. مایلش 2 ساعت پس من در بیمارخانه میشوم تا دیدن. یک خبر خوش به تو دارم. در مسابقه فیلم خرد اشتراک میکنم. آفرین دخترم، آفرین. ای خدایا. لبای چی؟ نه سوزاندارویش را سحر کرده بودم. 1 دقیقه خواهش میکنم. دخترم، با 1-2 رفیقم برای خوراک شام وعده داده بودم. کوشش میکنم که بر وقت در بیایم. اگر خواب بد نبرد صحبت خواهیم کرد. دادا یک چیز پرسم. نه التماس. 50 میلی لیتر زیاد تهلکه دارد. نگاه کنید، این خیلی ضرور است. تمام. شب با رفیقم بخورم ممکن؟ اول خونش را بینید و بعد در دیر نکنی فهمو. شب باز یک بار دیگر سنجید. بعد 1-2 ساعت می آیم. تا آمدن من یگان کار را سر نکنید. اوف. برای سر و پای دخترم یک تایی دیگر زم شد. خدا ما را با آن روزها رساند. تهیه‌گر اگر فیلم خوب نشود احوالت بد می شود. اوف جله عصبیم. بازم این سناریو نیست. چی رو نوار میگیرم نمیدونم. مرد یگون چی می نویسد؟ آخر چی می نویسد؟ من هیچ چیز رو نمیفهمم. در حقیقت احوالت بد. پدرم در خانه نیست. تنها هم. همه میخوان که پدر و مادرش کاردار نباشن، تو شکایت میکنی. جله دخترم بیا دسترخوان پرتا. انا شنیدی گپ رو؟ خیر زیخ نشم. مایلش من باید روم. تو پگو. تا دیدم. با سناریو مشغولی. خودت را مجبور نکن. چیزی پیدا نمیشود. به اینم هیچی نمیابم.
البته نمیوبی. آخر از درس و کتاب جدا نمیشوی. برای نوشتن سرگذشت نداری. و مثل علف حیات به سر میبری. من علف نیستم. تنها درس تیار میکنم. در این ساعت کجا می روی؟ از رفیقانم میروم. خیر با من روی سفید. این کی آدم می شده باشد؟ بر وقت میام گفته بود چیکار کنم؟ مشتری دعوت شونده حضور ندارد. بعد از صدا معیشتان را بگیرید. و بیرون برایم. کدام وقت میام نمیدونم. یگان خواهش دیگر داره. رسم ها را تازه کرد و فکر کرد که جذاب است. حالا که من از اون رسم ها برزیاد هیچ نفهمید که باید به من سر کار نباشه چرا هم باید بگیری ها؟ امشب لازم میشه. بخیر است اینقدر چشمت برو جرین رو انتظار. جرین؟ چی کار دارد اینجا؟ خوبه که این گپی جرین کی برآمد دکتری ها بیرون از مکتب بعد همشون میگیرم ترکشی بلد میشم. آخه اونه که با جرین چی علاقه‌مندی دارد؟ بله بچه ها شما را با زیباترین دختر مکتب شناس میکنم. چره؟ سلام. سلام سلام. سلام. چی میشه؟ آب میوه میخواهم. عشق نه. حاجت نبود. من خودم به خونه می اومدم. دیگر این رو نشنوم. تو بر این دختری زیبا رو در نیم شب تنها هرگز نمیمانم. مرا مسخره نکن. با خدا راست میگویم. در اصل امروز در مکتب فکر کردم میتوانیم وقتمون رو خوش گذرانیم، البته با رضاگی تو. چگونه رضاگی؟ چی؟ این ناممکن است. در یک شوخی میکنیم و خلاص لذت میبریم. گپ نمیشنویم. چرا گپ شنویم؟ برعکس خوششون میآید. همه وقت ما رو در حیرت میماند، ما هم بار او رو حیران کنیم. باز هر دویمون یک جای وقت میگذرانیم. حاضر تو رو در خونه مونده تنها به خانه رفتن هیچ دلم نمیخواهد. جرین دخترم، قوه تلفنم تمام شده است، دقت ندادم. جرین تو در خانه نبودی مگر؟ دادا من شب به شما گفته بودم کو با رفیقم با میخورم. شبتون بخیر اماکی میلی. چی خیل شما؟ خوش آمدی برق. خوبم تشکر. تو چی خیلی؟ مادر چی خیلی؟ هممون خوبیم. چی خیلی که شما میدونید. برای برق کتابی لازم شده است، برای همین اومد. خب نباشد شما کارهایتان را بینید، من هم کار دارم. حجتهایم را باید از نظر گذارم. حاضر میتوانیم ثبتای میخواستگیمون رو پیوست کنیم؟ ها میتوانیم. با همین برنامه میکنیم؟ لیکن من فکر میکنم کار خوب نکردیم. ای تو غم نخور جرین، کمی شوخی میکنیم و خلاص. اگر نخواهی من رفتم. نه شد شین. سلام پینار. طلبه ها چی خیلند؟ شکر خوبم. با مسابقه سینماگران جوان تیاری میبینند. طلبه هست که این کار رو فهمد. جرین نام دختری هست که نوار برداری را بسیار دوست می‌دارد. انا خودش. جرین. لبای معلم. فیلم برداری در کدام حالت است؟ حاضر کار کرده استودیم. آنچه که به نوار گرفتید با من نشان داده میتوانید؟ یک چند نوار دارم.
پینور سلام تو آغاز درس یک قهوه نوشیم چی؟ مایلش مالی شما با ما همراه میشوید؟ من هم کمی وقت دارم با جان و دل. خیلی جرین در سیرپا میخوریم. مایلش مالی سلام صبح بخیر. سلام مالی ما شاید همراه قهوه می نوشیم. تشکر کمی سروسی ما هم ها معلوم بود که بینشون کیم چی هست. هر دویشون جوان و مجرد و بین شاگردان که چنین رفتار کردی البته در اینترنت پیدا میشه. به همه عملهای معلمان روان کرده شده است. کی کرده باشد؟ سلام به همه. سلام ملک خانم. سلام علیکم. تشکر تنجی است. به خدا از شما رنجیده معلم. آدم اول به همکارانش خبر میدهد. چرا خبر دهم؟ نیکو معلمان نصیب باشد توی کی می شود؟ کدام نیکو؟ شما چه ها میگویید؟ هر آنچه عیان است حاجت به بیان نیست. خدای توبه همش دروغ است به خدا قسم دروغ است. معلم از لندن یگون چیز بیارم؟ تشکر. صحت سلامت آمدنتون برایمون بسنده است. برمیگردم انشاءالله. معلم ملک معلم چرا گریه میکنید؟ معلم ولی بسیار چیزی بد روی داد. برای این رسواگی چی میگوید؟ در اصل حاجت با چیزی گفتن نیست. ثبتا همه چیز رو ایفاده میکنند. شرمنده. آنچه که دیده حقیقت ندارد. با نیت بد آماده شده است و قصداً نوارها رو یک کردن. شوخی بیمانی. او بر رویتان کودک نیست. به این ماجرا شما سبب شده اید. دخترم را بازی چه گردانده. جناب مدیر گفتم کو همین نوارها ساخته بر دروغ است. چرا شما؟ چرا دیگران محض شما؟ سبب همه این نوارها رفتارهای خود شما است. در جایی که آتش نیست آنجا دود هم نیست. بس است پدر. شما میفهمید چی ها میگویید؟ جناب مدیر شما که خود رو در تربیه نسل بخشیده اید نباید چون این حرف زنید. من نیز در فکر تربیه شاگردانم. مقصدم آنها را برای راست هدایت کردن است. این معلوم و از کسی چیزی را پنهان نکردم. معلم علی بابا بوده است. نفهمیده شما زمین رو نگاه میکند اما قلب میسوزاند. معلم علی کتابی عشقی نویسد. بچه ها معلم اومد. بچه ها آرام. شما چی کار کردید؟ از کاری کردهتان ذوق میبرید. مسخره میکنید. خیلی خنده آور بود. خرسندید اکنون. شاید برایتان خنده آور باشد و شما هم مسخره بازی کنید. لیکن نمیدونید که شما معلمه را در حالات ناگوار گذاشتید. از چشمان معلمه اشک غم میریخت. یگان ذره وجدان ندارید. آداب و اخلاق نیز ندارید. لیکن فکر نکنید که برای این کارتون جزا نمیگیرید. شما را برای جزا دادن به مدیر من عرض نمی کنم.
از همه جزای سخت برای انسان این شرمنده کردن است. شرمندگی برای انسان ها ننگ است و داغ میماند. اما بدانید که من میفهمم و میدانم که این شرط را کی کرده است. ببخشید معلم جان. اکنون دیدی؟ چند مراتب گفتم که از اینها دور باش. نگفتم که از فایده ضررشان زیاد. پدر، معلم علی گناه ندارم. حالا هم او را دفاع میکنی؟ نباشد هر دو یک جای رزیلیتان را تازه کنید؟ تو دختری منی، لیکن اینجا من سردارت هستم و به هر یک به ترتیبی اجازت نمیدیم. فهمیدی؟ پدر، چاره های ضروری برایتان دیده می شود. دیده می شود؟ دیدن گیرید پدر. اختیارتان بیگناه بودنم را میدانید و باز جزا دادنی هستید. محض چنین رفتار را از شما من انتظار بودم. نرگس لبای معلم. جریم بسیم فهمد؟ نه معلم، زنگ میزنیم اما جواب نمیدهد. مایلش تشکر نرگس. خدای بدست یاسمین، تو مرا نزد او میبری. سلام، کمی صحبت کنیم. خواهش میکنم اینقدر شما غم مخورید. چخیر غم نخورم؟ آخر اینقدر ما رو ناحق تهمت کردند. معلمه، هم شما و هم من میدونم که همه این گپ‌ها دروغند. اما ما چقدری که نگوییم مردم خواستش رو باور میکنند. به عزت نفسم رسیدند معلم. معلم ملک، به فهمیش شما سخنهایی که از دهان دو سه طلبه و دو سه معلم برایت عزت نفس همین است؟ اگر شما امشب خودتون رو بیگناه دانسته سرتون رو به بالشت مانید، به حضور خوابتون میبرد. دیگر همه سخنهای بیهوده است. درست معلم. لطفاً رو افتاده نشوید. مایلش. سلام. سلام علیکم. میخواستم دکتر میلی رو ببینم لیکن در اون طرف. تشکر. آقای میلی. لبای. سلام، چی حال دارید؟
رحمت از شما پرسیم. من معلم جرین علی شناس شده بودیم. به خاطرم آمد. بخیر است یا اینکه به جری یگان چی رخ داد؟ نه جرین خوب است، اما میخواستم با شما صحبت کنم. معلم دیگر روز صحبت کنیم چی؟ زیرا بیمارها انتظارند. آقای ملی تنها 5 دقیقه آیدی دخترتون. معلم درس های دخترم خوب است و باز میگوید که یگان کمبودی نیست. یگان موضوع است که باعث نگرانی است. با اجازت شما بیمارها را باید بینم. آنجا مرا منتظرند. معلوم میشه درباره دخترتون فکر نمیکنید. من و خواهرم هنوز کودک بودیم. چه هستی؟ پلیس سرکان به پلیس زنگ زد. این آروم شد. الان ما شما را در خانه انتظاریم، زودتر بیاید، خواهش میکنم. خدا شکر. ما انتظارتون بودیم. کمتر 5 نفری به تیریزه خانه دخترم تیر پراند. این را از میان شیشه پاره ها یافتیم. کمانی مخصوص استفاده کرده است. همه کوچه ها را کوبید. درآمد و برآمد را محکم کنید. اطاعت. خودش چی گفت کمیسر؟ دیوانه‌ای که دخترتان را دزدیده بود از بیمارخانه گریخته است. او را در این مکان ها دیدند. از این خاطر شما را آگاه میکنیم. خدایا. معلم امروز درس نداریم؟ نه برای دیدن جرین آمدم. نه اومد معلم. یک زنگ زده فهمید در کجا باشد؟ معلم سهر دخترها زنگ زدن جواب نداد. خیر بچه ها نقص خوانید. خیر معلم. همش عیبی تو شد. ها جرین چی شد با تو؟ تو این کارو مخصوص کردی. نخواد که نفهمید. به همش تو گناهگاری. همش تو گناهگاری. نفهمید تو گناهگاری. همش عیبی تو شد. با من دروغ گفتی. فریبگر. داد نزن دختر. معلم علی و ملیک رو در پیش ما شرمنده کنیم. از دست تو به این حال آمدم. وای داد تو چی اینقدر ترسویی؟ از پشا فیلم میسازی؟ حالا من رو فریب کردنی. این خیلی شوخی میشود. من بر روی آنها چی خیلی نگاه میکنم. اگر پرسن چی کار کردی چی میگویم؟ بسیار واهمه نکن. هیچ گم نشده است. کاری گنده کردیم که تنها شوخی. شب به مکان میایی و نصیحت میکنیم. میایم مهم اون که خطاهایمون رو اصلاح کنیم. شد خود رو به دست گیر. زن دادا میشنوی؟ میشنوم گپ زن تو. زن اخیر زن این تو برا. در مکتب بسیار کاری بد شد. من گناهگارم. نگاه کن این حالت است که از دست دهی. شرم میکنم. 2 روز است که به مکتب نمیروم. چی؟ میگویم که 2 روز است که به مکتب نمیروم. جرین گوش کن. این آدم 1-2 سال نگذشته فوتبال بازی بهترین خواهد شد. دادم گفته بود میگویی. من برای کتاب نزد رفیقم میروم. نیم ساعت پس برمیگردم.
در نکن دخترم، فهمیدی؟ گویا که در کنم میفهمیده باشد. زن سلام جیران، چی حال داری؟ برق را میکوبم لیکن برق امروز نیست، نمیاد. باز دروغ گفت. بیا شین، برق نباشد ما هستیم. نه رحمت، بین هم دیر شد میروم. چی تو را یگان کسی انتظار است؟ نه کسی انتظار نیست. این خیل باشد بیا خیل. پیش خدمت، نوشاکی بیارید. من ننوشم چی؟ ننوشی سر چرخ نمیزند. سر که چرخ نزد راحت نمیکنه. مرحمت. تشکر. بخیر است؟ غمگین مینمویی؟ در مکتب کمی کمبودی دارم. باز دادم. بخیر باشد. من هم زیب شدم. هر چیز رو فکر کردم گیری توقفش نمیشود. راست میگویی، لیکن چیکار کنم؟ باید فراموش کنی دخترم. قسم میخورم که درد دیوانه میکنم. یک دورو دارم، یک تاش رو میخوری، همه رو فراموش میزنم. چی خیل مودهی نشود؟ نه، چی خیل مودهی نشود. با این خیل چیزها سر و کار نداریم. این تنها دورو است. خواهی سنج. همه رو فراموش میکنی، لیکن این لحظه رو فراموش نمیکنی. چونان خرسند میشوی که گیرافی دورو. معلم علی بیا با من. خودش چیگه برادر؟ چی کار میکنی دختر رو؟ کسی تو؟ روح شوفي بإيد هذاك الشاب. برخواهش کرد. نه نگفتم. مجبور شدم که کنم. برق؟ باز او افسوس محکمه به او درس نشد. نخواد انسان اینقدر بدکردار باشد. حیرانم. مرا ببخشید معلم. ندانستم که کار تا این درجه میرسد. گریه نکن. یک خطا کردی، پشیمان شدی. وجدانت عذاب داد و بخشش پرسیدی. عذرت رو چون وعده قبول دارم. معلش وعده ده که از معلم ملیکم عذر میخواهی. وعده میدهم. آفرین. حاضر راست به خانه نزد پدرت برو. اطمینان دارم که او نگرانی توست. من فکرتان نیستم، چون که پدرم با کار خودش آور است. من بیکسم. اگر خواهی غمت را به من بگو، سبک میشوی. اگر خاطر نشوید او را ساق سلامت به خانه‌اش میرسونم. التماس مرا درست فهمید. فکر کنید که کاری خیر میکنید. طلبه هم راه را به شما میگوید. شب بخیر جیرین. پروا نکن، همش خوب میشود. معلش معلم، تشکر به شما. راهش سفید به شما. تشکر. سلام علیکم. دکتر میلی را دیدن میخواهم. جناب میلی امروز نوبتور نیست. خب یک مسئله مهم است. لطفاً زنگ زنید. در کدام خصوص؟ بسیار تاجیلی است. بابت یک بیمارش زود خبر دهید. معلم، من ساق سلامت به خونه رسیدم. دادم باز در خونه نیستم. به شما گفته بودم که یکم چیز دیگر نمیشود. صبر کردی خرسندی هاست. طاقت کن. افسوس کارم هست.
بیماری تاجیلی هست گفتید کنی بیمار در اتاق کاریتون دکتر. آها. بسیار تاجیلی. ببخشید آقای میلی، برای با شما صحبت کردن تصمیم گرفتم که این کار رو بکنم. لیکن این نادرست است. دروغ گفتید. بیماری وزنین است گفتم مرا فریب کردید. مرا به اینجا. این وضعیت مثل بیماری وزنین است. اگر به دخترتان اعتبار ندهید از بیمارهای وزنین هم وزنین تر میگردد. اینها جیرین؟ توبه خدایا. آقای میلی، جیرین به پرستاری مانده است، تنهاست. احتیاج به نفری دارد که با او درد دل بکند، یعنی با شما، با پدرش. دقت ندادم. این را تماشا کنید، مخصوص برای شما تیار کرده است. دختر جانم، او شما را دوست می دارد و از شما نیست که محبت می خواهد. خوب می شد محبت را برایش درک نمی داشتید. راست میگوید آقای علی. دخترم را من چگونه این خیل کور شدم خدایا. از من بسیار خفه شده است. غمگین نشوید، او برای عفو شما آماده است. حاضر در کجاست نمیدونید؟ او در خانه انتظار شماست. معلم تشکر به شما. دخترم را باز به من برگردانده. چرا این خیل شد؟ چه گناه داشتیم؟ جیرین دخترم. دادا خطا کردم دخترم، ندیدم. ببخش مرا، اگر توانی ببخش. جیرین یگان چیزی بخشیدنی نیست. فقط گفته هایم رو گوش کنه بس. وعده میدیم بعدی وفات مادرت پریشان شدم. از دست دادنی مادرت کم بود که باز قریب تو رو از دست میدادم. ببخش دختر. امروز من چیزی مهم رو از خود کردم. حیات پر از امتحان است. حیات پستی بلندی دارد دادا جان. ما هر دو از رودهش بر اومدیم. باور دارم که مادرم ما را از بالا نگاه دارد. او بچه تو کی رو اینجا انتظاری؟ خواهرم رو انتظارم اینجا میخوام. کنی شناسنامه رو با من دی؟ بایلش. روز بخیر. آب آوردم. عثمان نیست؟ عثمان بیمار است. من به جایش کار میکنم. مایلش گذارید. بچه های همین کوچه هم میشناسم. خواهرش هم اینجا میخونم. با شما گفتم کو. خواطر نشوید کمیسر، اینها از من پرسیده میگذارند. چند سال است که دربانم. باور کنید حتی پرنده به اجازت نمیگذارد.
تشکر بشو. من حاضر میمونم. مایلش رفتیم. اوه همین که آب گفتم زود دویده آوردید. عثمان کجا شد بچه؟ عثمان بیمار شد، من به جایش برآمدم. البته کسل می شود. گفتم که آبها رو با تنه عرق‌آلود نکش. کمی دم گیر می گفتم، یک چای نوش می گفتم. بچم تو آدمی بد می نمایی. آب رو در نیمه راه کی می موند؟ او مثل هر وقته بوده در جایش موند. بردار کلی تست بخیر است. در حقیقت شکر که گذشت. ترسیدم. دستکا درد رو نبیند. با عثمان سلام گوی. چایلی موندار نوشد گوی. مایلش؟ غصه نخورید، همش پسی سر شد. اینش که باشد. آی جوان اینجا چرا تماشا میکنی؟ هیچ چیز، من آب آوردم. آب آوردی خوب کردی. رو از اینجا مکتب. رو از اینجا زود رو. چه دیوانه بر این بلیگری. شهری بی دروازه. همه را دیوانه ها ضبط کردن. معلم ها هم دیوانه، طلبه هم دیوانه، آبیار هم دیوانه. های آفرین با تو. امروز بسیار خوب تازه کرده. آفرین با تو. تو نباشی من چی کار میکنم؟ خودم ها هم دیوانه. همین خیلی تازه کار کردیم که من همه خواستم که پلیس شوم، لیکن قسمت نبوده است. السلام علیکم ماماکی محمد. توبه، کمتر پیشتر رفیقت آب آورده بود. خیر رفیق، در اینجا تنها من آب میورم. کمتر پیش پلیس دادن، من آوردم. وای گفت که تو بیمار شده ای؟ چه خیلی بیمار آمد. ببینید که چه خیلی کار میکنم. سرم رو گرنگ نکنید امک. نباشد پیش از این آب رو کی بود؟ از این در هیچ کس رو برآمدن نمان. شکر که مادر برادرم رفتن. پینار ایستا حالا ایستا کجا میگریزی؟ ایستا پلیس در شو زودتر کشو ایستا راه شاید گفتم راه شاید یک طرف ایستا راه شاید از دست داده و دیگرها باید خبر داد. کجا شد وی؟ اکنون وی را از کجا یابیم؟ باورم نمی آید. با کدام جسارت پلیس محافظ اینقدر خلق نمی ترسم. خدایا آرام باش پینار. پلیس در همه جا او را مییابند. به خدا مییابند. تو او را در
دستگیر نکنند با من راه نیست. ای خدا. رفتیم دستوریت رو شوی به خود می آوریم. از گذشته پینور هیچ خلاصی نداریم. چقدر که زحمت کشیم گذشتهش باقی میمونه. شاید حل مسئله به یاد آوردن گذشتهش است. فکر نمیکنم معلم. در اصل آید این موضوع شما رو هم عیبدار میدونم. مرا؟ بله. همه وقت به او آید ایام کودکیش سوال میدید که این سوالها درد او رو تازه میکنند، او رو ناراحت میسازند. به این هم زخمی روی پوش نشدهش باز روشن‌تر میشود. من ببخشید بابت این مسئله باری هم فکر نکردم. ما هم زحمت میکشیم معلم. برای فراموشی گذشته همه راهها رو سنجیده ایستاده ایم تا اینکه یاد یتیم خانه رو نکند حتی پای دستش رو تازه کردیم. پای؟ کدام پای؟ پای زخمی که در یتیم خانه مونده بود. گلشاه استاد جمال، او شاید خواهری من است. هم دلیلش هست و هم قلباً حس میکنم. اطمینان ندارم ولی حس میکنم. آرام باش علی، آرام باش. هیجانی از حد زیاد نیست. عقل را تیره میگرداند. حیرانم استاد. یک حالتی است که نمیدونم چیکار کنم. با پینور گپ میزنی. معلوم است که او هم در حسرتی برادر است آخر. و فکرم فرصت را از دست دادن لازم نیست. من باوری دارم وی گفته هایت را قبول میکند. راست میگوید استاد جمال. وقتی که با پینار صحبت کنم به سوالهایم جواب میگیرم. فکر میکنم او خاطره های زیادی دارد. ایام کودکی با هم بازی پینان شبکان را میکردیم. او میگریخت و من میدویدم. بعضا چنان میدوید که بار خواهرکم سخت افتید و از کف دستش خون جاری شد. خونی زیاد میآمد و بسیار میگریست. چی شد؟ باری خواهرکم سخت افتید از دستش خون جاری میشد. اینجا جا انتخاب کردم برای کارهای تیز میگویم. بسیار خوش. خوب خاطره من رو هم گوش بده. بله خیلی خوب. ایام کودکی من، خاطره های من. از روز اولی دیدار یکی سیاده در دلم پیدا شده بود، بیهوده نبود. معلم علی، استادی من، راهبری من، برادرم. اوچه روشت رو در سرت گیر. این خانه، شرکت، زمین، حسابا در بانک، همش به نام پینور. اگر خواهد پگاه ما رو از در بیرون میکنه. این وصیتی بابایت. این رو در جیبت نگاه دارو. هر سحرت رو با خواندن این آغاز کن. در وصیت چنین میگوید به پینار حادثه رخ دهد میراث به وقف داده شود. یعنی ما کفی دستمون رو می‌رسیم. این چی گپ؟ این دختر برادرهای گم شدهش رو پیدا کرده میراث بابایم رو نوش جان کنم. من هیچگاه راضی نمیشوم. باوریم نمیآید. برادری از پینار پیدا شود تو رو نابود میسازم. زنده نمیمونم. عقل داشته باشند. عقل داشته باشند از پینار دور استند. هیچ وقت برادران پینار زندگی نمی کنند. روزی که پیدا می شوند همون روز نیست.
معلم علی با شما باید صحبت کنم پینار. این مراتب جدی گشاد روشن. ما باید گپ زنیم درباره همه چیز. من سال هاست که خواهری گم شده هم را میکابم. خوش سخن را دراز نمی کنم. شاید ما برادر و خواهر باشیم. ایزی دستتون بوده، رفتارتون، تبسمتون، همه فعلتون خواهرم را به خاطر می رساند. به یاد دارید دستتون چگونه زخمی شد؟ به یاد آوردید؟ چی شد؟ پینار مرا گوش میکنید شما؟ برادران پینار زندگی نمیکنن. روزی که پیدا بشه همون روز نیست. مرا گوش میکنید شما؟ پینار من در خونه با کار بازی کردن نخواست دستم رو بریدم. راست میگوید؟ بله معلم علی، من با شما برادر و خواهر بودن نمیتوانم. شما رو با دقت گوش کردم. پدرمون حتی جای تولدمون فرق میکند. التجا دارم از شما بیایید در این موضوع دیگر گپ نزنیم. جدی میگویید؟ ببخشید در این موضوع سخن گفتن برایم مشکل است. گریه نکنید پینار. از یک پدر و مادر هم نباشیم مرا چون برادر دانید. شما نیز خواهرم هستید. تشکر معلم علی. میدونید هوا هم سرد شد. رفتیم. تیز به من زنگ زن. الکه یادت کردم. زود برمیگردم خواطر نشو. خیر دخترم، سپارش های دادم رو از لندن فراموش نکن. مایلش همه رو نوشتم، فراموش نمی کنم. دخترم نغز رفته بود. شد خاموش استید. خلال نرسونید. معلم شما با اینها دقت ندهید. من شما رو گوش میکنم. سابا حسین ای این رو کی پرتوفت دیوانه ها. هواپیما افتیده است. هواپیمای لندن افتیده است. هواپیمای لندن؟ حاضر در رادیو گفتند. خبری روز. شنونده‌های محترم، با توجه شما خبرهای آخرین. هواپیمایی که با 358 نفر مسافر از استانبول به لندن پرواز می‌کرد بعد 5 دقیقه پرواز به فلاکت دچار شد. طبق خبرهای رسیده گروه یاری رسان به جای حادثه رسیدند. متاسفانه کسی نجات نیافته است. به ما معلومات رسیده است که یگان نفر مسافران جان به سلامت معلم آسان است. در هواپیما 127 مسافر و 14 هیئت بوده است که کسی نجات نیافته است. طبق خبر دیگر نفری به هواپیما سوار نشده است. این مسافر پینار اکچن بوده است.
تکرار میکنم مسافری سوار نشده پینار اکچند بوده است. شنونده های محترم این بود خبری روز. خیریت که سوار نشده است. خدا را شکر. في أشياء غريبة. لو ما ركبت الطيارة كانت اتصلت فيني. إذا ما ركبت الطيارة وينها؟ یاسمین حاضر بسیار میخواست اینجا باشد. تو که مردی و زنده میشود.